وقتی که این خیلی کامنتری ها رو میبینی خیلی عصبانی نشه. الله سبحانه و تعالی هدایتون کنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله سبحانه و تعالی جمله مسلمانانی که بیمار هستند الله اونها را شفای کامل عاجل عطا بفرماید. بسیاری برادرها زنگ میزنن و در ته کامنتری ها می نویسن به خاطر آنه که یعنی همین جن ها دروغ هستند و جن وجود نداره. عیاذا بالله. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم و شان میفرماید که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. الله عز وجل میفرماید که ما نآفریدیم، یعنی ما خلق نکردیم جنها را و انسانها را مگر به خاطر آنه که چی؟ به خاطر آن من عبادت بکنن، یعنی الله سبحانه و تعالی را عبادت بکنن. از الله سبحانه و تعالی تمنا میکنیم، یعنی دعا میکنیم که خداوند یگان کسی ما و شما را به این بیماری روحی، به این بیماری جن و سحر و جادو مبتلا نکنه. یکی از همه بدترین بیماری این بیماری یعنی روحی است، بیماری سحر و جادو است. الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را نگهبان باشه. وقتی که ما میبینیم که مادران چقدر عذاب میکشن برای فرزندهای خود، چقدر اشک میریزانند، چقدر گریان میشوند، با والله که با مثل اون مادرها ما گریان میکنیم. با همون خاطر دوستان عزیز، پیش از آنی که گمان بد میکنین و گپ‌های قبیح مینویسین، از الله طلب کنید که خداوند به این بیماری یگان کسی ما و شما را، یعنی دشمن انسان ها به این سحر و جادو مبتلا نکنه. اکثریت برادر خود سحر و جادو کردگی است. اپا خواهر خود را، یا که خواهر اپر خود را، یعنی مادرها فرزندهای خود را نعوذ بالله سحر و جادو کردگی است. وقتی که میبینیم بعضی زنها شوهرهای خود را سحر و جادو کردگی هستند، نعوذ بالله. بعضی یعنی مردها زنهای خود را سحر و جادو کردگی هستند. بعضی خوشتامنها یعنی کیلنهای خود را سحر و جادو کردگی هستند. با همون خاطر از الله سبحانه و تعالی طلب کنین که دشمن انسان را به این بیماری مبتلا نکنه. والله که والله بالله تعالی سه قسم بجو سه قسم یک قسم نیست، اگر که انسان به همین بیماری مبتلا شه بعداً میبینه. وقتی بسیاری برادران من نوشتن با هم خاطر نام ویدیو را همون خدمتم که هر شخصی که باوری نداره که جن وجود داره الله سبحانه و تعالی به این بیماری مبتلا کنه. از سبب اونه که قهر غضب من آمد، یعنی وقتی که میبینیم بسیاری شهرها میریم بعضی برادرها و خواهرها بیمار هستن از این بیماری سحر و جادو، بیچاره حتی یعنی نماز خواندن نمیتونن، از همه چی یعنی رو گرداندگی هستن به سبب اونه که سحر و جادو در اونها ضررشان چقدر زیاد رساندگی هستن. با هم خاطر از الله سبحانه و تعالی طلب کنه، همیشه با دعا باشه، شب خزین تهجد کن، شکرانه الله کنه که به این بیماری یکی از شما یعنی مبتلا شدگی نیستید. از الله سبحانه و تعالی تمنا میکنیم و دعا طلب میکنیم که الله سبحانه و تعالی دعای ما رو مستجاب بگردانه و این برادرانی که بیمار هستند و این اپا و خواهرها و اکاها و دادرها و مادرانی که و پدرانی که یعنی به این بیماری مبتلا شدگی هستند، به این سحر و جادو، الله سبحانه و تعالی اونها را شفای کامل عاجل عطا فرماید. و دعا کنید در حق ما که خداوند ما را قوت بده تو اینکه مثال به قدر امکان یعنی در خدمت برادران و اپا و خواهران باشیم. باقی در امان الله باشین، با دعا باشین، از دعای صالحتون ما را فراموش مکنین. اگر یگان گپی بلند پست بلند زده باشیم از همتون بخشش و الله سبحانه و تعالی گناهان ما و شما را عفو و مغفرت بگردانه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دوستان و برادران عزیز، الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را هدایت کنه. یعنی این روز در ما عکس رفته است، یعنی خواستیم یعنی عکس کنیم برادرانی که حجامه میگیرن و برادرانی که پیش ما میان. یک بیماری، یک داروی است که برای انسانایی که یعنی پرستاتیت دارن و برای برادرانی که یعنی با همراه همسران خود یعنی بینشون مشکلی است، یعنی نمیتوانند، بعضی حالات هستن که انسان ها دور و دراز نمیکشن کارشون، برای همونها یعنی دارو هست. عکس 500 روبل ان شاء الله که میتونین که زنگ بزنین به رقم های ما در روی اکران میبینین 8966 888 92 92. خداوند همه ما و شما را نگهبان باشه. ان شاء الله که برادران ما در خدمت هستند، اکی بابا جان و اکی مصلح الدین و برادر عزت الله. خداوند همه ما و شما را نگهبان باشه. از دعای صالحتان فراموش نکنید. و چند نوع داروها هست در ما، یعنی 4 نوتامینس روغن 3 دانه افیوپس که از همه یعنی صفت خوبترینش الحمدلله. افیوپس که چند نوعش هسته دیگر نموده و داروها هستن برای یز و برای ژلودکه و برای پرستاتیت و برای یعنی بعضی برادرها کرونا ویروس شدگی هستن، برای همونها
یعنی همین چیز هست برای لیاقتشون. بعضی اصلا لیاقتشون تیار کردن برای همونها به نهایت چیزهای گیاهی خوب هستند و این چنین هست برای همین و این گونه الحمدلله سه برادرها یک نمودی برای همین شخصانی که یعنی اذیت میکشن برای هم خوابگیشون، یعنی یک دارو به نهایت داروی خوب است. میتونین که انشاءالله که بر رقم ها زنگ بزنین، میتونیم که دستاف کتان کنیم به هر کجایی که دانه باشین در همین روسیه. انشاءالله با واسطه پشت روسیه میتونیم که برای شما روان بکنیم. و دیگر نمودی داروها هستن، داروها برای خراب شدن، یعنی هستای قیس الهند، هستای امیگا، هستای قیس الهند هم مثلش هستای هم کپسولش هستای، مومیو 4 نوتامین کپسولش هم هستای، یعنی مثلش هم هستای، یعنی بسیار داروها هستن. فجار هستن که از بهترین داروهای فرانسوزی هستن که برای انسانایی که خراب کردن خودشون میخواهن و برای سوستاف کسانی که یعنی درد میکنن سوستافش، یعنی استخوان‌ها، برای اونها هم داروها و مزها و چند نمود یعنی داروها هستن. میتونین که انشاءالله بر رقم های ما زنگ بزنین. باقی در امان الله باشین، از دعای صالحتون فراموش نکنین. السلام علیکم. السلام علیکم یک موردی دوستان و برادران عزیز. در ما هست قرآن‌های الکترونی. بعضی برادرها هستن که یعنی میخونن به طرز خطا. برای اونی که خطا نخونین، یعنی در ما هست قرآن‌های الکترونی، میتونین که انشاءالله که زنگ بزنین ببینین. یعنی هست قرآن‌های کلان و میده. برای اونی که مثال خطا نخونین، میمونه انشاءالله یگان قاری را تلاوت میکنه، از قفاش انشاءالله که شما تلاوت میکنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مثال نمیخواد تلاوت میکنه میمونیشه. Сегодня каждая душа получит только то, что она приобрела, и не будет сегодня несправедливости. Воистину, Аллах скор в расчете. ان الله سریع الحساب. یعنی هم ترجمه میکنه به چند زبان. Malayo. German, Malayalam, Kurdish, یعنی به کردی و Dari. کتابی داری، یعنی به مثل فارسی. امروز هر کس در برابر کاری که انجام داده جزا داده می شود. امروز هیچ ستمی نیست. حقا که خدا در حساب گرفتن سریع است. بله. بعد مثال قاری ها هستن. سعد الغامدی. سعد الغامدی مثال مجخیش. اليوم تجزى كل نفس المنشاوی. مثال صدیق المنشاوی، محمد صدیق المنشاوی. اليوم تجزى كل نفس بما شارع العفاسي. الشارع العفاسي. اليوم تجزى كل نفس الحصري. الحصري، خليل الحصري. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. خلاص يبكي. الله العظيم. میتونن که انشاءالله که زنگ بزنین. برادرها در خدمت هستن. خداوند همه ما و شما را نگهبان باشه. خداوند از همه ما و شما راضی باشه. باقی در امان الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسیاری برادرها زنگ زدن به خاطر آنی که طلب میکردن قرآن تاجیکی. در ما الحمدلله که پیدا شد قرآن تاجیکی، قرآن کریم، قرآن مجید با زبان یعنی تاجیکی. چطوری که میبینین در طرف دست راست سوره فاتحه نوشته شده، در این طرف دست چپ یعنی در صفحه دوم سوره فاتحه یعنی ترجمهش، پریودش به نام خداوند بخشنده و مهربان. یعنی من نوع انشاءالله که هست در دست ما. میتونین که انشاءالله زنگ بزنین، یا اینکه به جا و مکان ما را بیاین، یا اینکه به واسطه پشته برای شما روان کنیم. و این گونه در ما هست قرآنی با زبان ارسی و بعضی برادران ما توجیکا هستن که زبان ارسی را به نهایت خوب میدونن از زبان دری خودشون، یعنی از زبان مادری خودشون بهتر میدونن زبان ارسی را. برای همونها هست قرآن کردن سپیری وادم. میتونین که انشاءالله زنگ بزنین. خداوند هر یک ما و شما را نگهبان باشه. خب انشاءالله زبان ارسی هم قرآن هسته. میتونین که انشاءالله با رقم هایی که در روی اکران میبینین میتونین که با ما تماس بگیرین. خداوند ما و شما را نگهبان باشه. و این گونه در ما هستن قرآنی با تجوید، یعنی به نهایت قرآن خوب هستن که کسانی که نو قرآن یاد میگیرن خوندنش برای همونها یعنی قرآن ها هستن که چشم ها را نمیزنن. یعنی ببینین یعنی شما را نمیزنن، چقدر که تلاوت کنیم و چقدر که بخونین شما را نمیزنن. میتونین که بخونین ان شاء الله طول 1 ساعت یا 2 ساعت یا 3 ساعت که میخونین شما را ضرر نمیرسونن. بعضی قرآن ها هستن که سلش صفحه دی بعد وقتی میخونید شما میزنه از شما او میره. با اون خاطر میتونید که بر رقم های ما زنگ بزنید. قرآن ها ارزانن، اکثر رفته سن 600 روبلی.
خداوند همه ما و شما را موفق بگردانه که تلاوت قرآن کنیم، که الله سبحانه و تعالی میفرماید که ورتل القرآن ترتیلا.